ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت در برنامه تلویزیونی میلیسیا خبر میدهد ثبت‌های ویدیویی مدهش را از مکان قتل دو زن فراش در کمیته زمین نویه دوشتیج نشر کرد و گفت بر اساس نتیجه های تفتیشات مقدماتی کارمند این کمیته صبایالدین منورزاده آن دو زن فراش را برای تصادفاً شاهد سیاهکاری های او شدنشان بهرحمانه به قتل رسانیده است. اکبر شریفی سخنگوی میلیسیا ولایت سوخت در این برنامه گفت قتل این دو زن فضای ناسالم کاری و رقابت‌های گروهی در کمیته زمین نویه دوشتیج را روی آب برآورد. اکبر شریفی کشتار این دو زن در تاریخ 7 یولی سال 2022 را پرسر و صداترین حادثه روزهای آخر نه فقط برای دوشتیج بلکه برای ولایت جمهوری نامیده و گفت سر و صدای اطراف آن مردم را به تهلکه زیاد آورد. دو ساکن جماعت غزنترک فاضل و مونیسا رحیموونا سال تولدش 1966 و همسر برادر او زاکر و امیده قاسموونا سال تولدش 1977 وقتی کشته شدند که روز یکشنبه برای تازه کردن بنای کمیته زمین آمدند. اولین شده از کشته شدن آنها پاسبان کمیته زمین رجبای عالموف خبر یافت و به میلیسیا زنگ زد. عالموف در این برنامه گفت وقتی از زینه پایه ها بلند میشد جسد پر از خون را دید که در رو قبط دوم بنا زیر قالین پنهان کرده بود. او گفت جسد دوم را هنوز ندیده باشه تا به میلیسیا زنگ زد. او گفت بجز از دیدن جسد همچنین بوی سوختار به مشامش می رسید. اکبر شریفی گفت در نتیجه تفتیش معین کرده شد که فضای ناسالم کاری در کمیته زمینه را برای چنین عاقبت فاجعه بار گذاشته است و دو زن کشته شده قربانی تصادفی بودند. طور معلوم شده است متخصص پیشبر کمیته زمین منورزاده صبایالدین جمال‌الدین سال تولدش 1991 ساکن جماعت دلیان بالا نسبت به رئیس معاون و دیگر کارمندان این کمیته به دلیل گویا ممانعت آنها به کار منورزاده قصد و خصومت شخصی داشته است. آن روز نحس 7 ایول منورزاده بخبر از آن که در این روز استراحت فراشان می توانند به کار بیایند به جای کار آمده با مقصد ترس دادن و به تهلکه انداختن آنها دست به تشکیل دلیل‌های صنعی بدنام کننده زده همان روز با استفاده از سوزشواری دیزلی اتاق کاری رئیس و معاون رئیس کمیته را آتش زده است. این کار او را تصادفاً امیده زاکرova می‌بیند و منورزاده از ترس آنکه سرش فاش نشود به قراولخانه رفته کارد خواجگی را میگیرد و اومده زاکرova را با چند ضرب کارد زده میکشد. در این هنگام مونیسا فاضلova پیدا میشود و منورزاده باز هم از ترس اینکه سرش فاش نشود این زن را هم با 13 ضرب کارد میکشد. از مونیسا فاضلova یک پسر و از امیده زاکرova 3 دختر نابالغ یتیم. حالا به ضد صبایالدین منورزاده بر اساس ماده 104 با اتهام کشتن 2 نفر پرونده جنایتی گشودند به او تا 25 سال زندان و یا حبس عمرباد تهدید میکند. کمیته زمین در تاجیکستان یکی از فسادزده‌ترین نهاد به شمار می رود. هر ماه چندین کارمند این نهاد با اتهام گرفتن پاره از مردم در عوض جدا کرده دادن قطعه زمین و یا درست کردن اوجت‌های زمین دستگیر می شوند.